مهندس خواستم دستگاهاتون رو بدونم چی هست. ما توی این مجموعه چندین دستگاه داریم. اول این دستگاهه که تو ابعاد 2 متر در 6 متر میشه برش لیزر انجام داد. توان این دستگاه 6000 کیلوواته. قدرت خیلی بالا، سرعت خیلی بالا، دقت خیلی بالا. یه دستگاه دیگه هم داریم، اونم دستگاه برش لیزره، اما تفاوتش اینه که میزش 1.50 در 3 متره، یعنی از این کوچیک‌تره. قدرت توانش هم 3000 کیلوواته. بهترین بخشی که تو مجموعه ما تفاوتی شده نسبت به سایرین، دستگاه برش لیزر لوله و پروفیله. ما تا قطر 22 سانت لوله رو میتونیم هر طرح و ایده و شکلی که شما داشته باشین و برای لوله و پروفیل میتونید پیاده کنید. اون دستگاه پرس بریکه، همکاری‌های تا ضخامت 6 میلیمتر در طول 3 متر توی مجموعه انجام. این دستگاه گیوتین 3 متریه. یه وقتایی مشتریامون برش ساده داره، برای اینکه هزینه بالایی بابت برش لیزری پرداخت نکنه، ما دستگاه آوردیم ورق میتونیم براشون برش‌های ساده گیوتینی بزنیم، بهشون تحویل بدیم.